سلام، من بابای زئوس هستم. آره، خود باباش. در برنامه قبل در مورد عدد طلایی در آفرینش توضیح دادم و گفتم که عدد طلایی در طبیعت به کرات دیده میشه. در این برنامه هم قصد دارم که در مورد نسبت طلایی در کعبه و قرآن توضیح بدم. البته زئوس هم قبلا یک کلیپی در مورد عدد طلایی ساخته و طبعا صوتی های جدیدی رو از خودش به نمایش گذاشته. یعنی نقاطی که بر روی نیم دایره طولی مثبت و منفی 42.490 هستند دارای نسبت طلایی نسبت به نیم دایره پشتی گرینویچ هستند. یعنی یک جوری چرخوندن تا خلاصه به هر زوری شده به عربستان برسن، ولی باز هم به مکه نمیرسند. مسلمون ها برای یافتن یک تایید الکی از اسلام به هر دروغی و به هر ادعای بیخودی تن میدن. اما اگه قبول میکردن که دینشون هیچ فضیلتی، هیچ برتری و هیچ تاییدی لااقل در ظاهر در این دنیا نداره، فکر میکنم دینشون کمتر مورد طعنه و تمسخر قرار میگرفت. عیبی نداره. این هم از اون اعتماد به نفسای خال قورباغه‌ایه دیگه. زئوس اگه به جای فلسفه بافی ها و این تفکرات کودکانش کمی هم تحقیق میکرد، متوجه میشد که عرض 90 درجه شمالی اینجاهاست، نه اینجاها. زئوس تصور کرده که چون این نقطه سفید رنگه و کوه یخ و برف داره، پس حتما باید عرض 90 درجه شمالی اینجاها باشه، در حالی که این تصور غلطه و طبعا همه محاسباتش هم به قول خودش دیددودودو و غلط شده. اما همین کلیپ سراسر اشتباه زئوس و امثال زئوس موجب شده که معجزات بیشتری از اسلام و قرآن کشف بشه. هر جا که این افراد سعی کردن که به خیال خودشون اشتباهی از قرآن و احادیث بگیرن، وقتی تحقیق بیشتر کردیم معجزه دیگه ای از اون کشف شد. البته برای مسلمون ها این که ببینن نسبت طلایی در قرآن و کعبه وجود داره چیز عجیبی نیست، چرا که همون خدایی که اراده کرده که جهان آفرینش رو با این نسبت ها خلق کنه، اراده کرده که مکان قرارگیری کعبه و قرآن هم با نسبت های هندسی باشه. خب بریم سراغ نرم افزار گوگل ارث خودمون. اولین کاری که میکنیم اینه که عرض 90 درجه شمالی و عرض 90 درجه جنوبی و کعبه رو در نرم افزار علامت گذاری کنیم که بتونیم محاسبات رو به راحتی انجام بدیم. این از عرض 90 درجه شمالی، اینم تنظیماتش. اینم از عرض 90 درجه جنوبی. اینم از کعبه. و تنظیمات دیدش. خب حالا وقت اندازه‌گیری فاصله است. اگه فاصله 90 درجه شمالی رو تا کعبه بگیریم، حدود 7632 کیلومتر خواهد شد. من این عدد رو اینجا ثبت میکنم تا یادمون نره. حالا فاصله کعبه با 90 درجه جنوبی رو حساب میکنم که میشه حدود 12370 کیلومتر. این عدد رو هم ثبت میکنم که یادمون نره. حالا 12370 رو تقسیم بر 7632 میکنم که میشه حدود 1.62. عجیبه نه؟ عدد طلایی.
البته در بین محاسبات انجام شده زاویه طلایی نباید فراموش بشه. خب تا اینجا که موضوعات جالبی دیدیم، حالا وقتشه بریم سراغ قرآن.